بگیره. این زنان این سرزمین خیلی چیزا رو بالای انفعال شما و فسادها و رانت‌ها از دست دادن. از چی میترسید؟ میترسید ساعت 4 میلیارد زیانتون رو ما نتونیم بسازیم. میسازیم، نگران نباشید. میترسید حسابات سفارشتون رو انجام ندیم، میکنیم، نگران نباشید. از تعدیل کارگرای ایران خودرو رو از تعدیل میترسونید، از بیرون کردن از نونبری. من هموطن سفرم تنگه، من سفرم تنگه، میخوام اقتصاد مملکتم رشد کنه. به کی بگم؟ من زن ایرانی سفرم تنگه، میخوام داغون میشم، میبینم جوانای مملکتم دارن از این مرزبون میرن. میترسید خجالت بکش، یه لیوان آب بیار زال با وایسه نگاه میکنی. خجالت توف به اون لباسی که تنتونه، یه لیوان آب بیار حداقل. یه غیرت داشته باشید. ما برای شما میریم میجنگیم. من میرم شورای رقابت رو میکشم پایین به خاطر قیمت پژو پاس. سرمایه گذار خارجی بیاریم. باز به شما میشینیم میگید تو اتاق بازرگانی میگید جذب سرمایه گذاری خارجی بکنیم. نقد تو بچست، نقد تو بچست. سرمایه‌شو از اینجا برداشته بود برده بود، خراب شده ای براش فرچه قرمز مینداختن. نقد تو بچست. اشتغال بچه همون آسیب میبینه، بچه هم داره فرار کنن. من یه دختر پشت کنکوری دارم، من یه دختر پشت کنکوری دارم که از روز اول تو گوشم پس میکنه، چادر سرشه، ولی میگه ماما من میخوام برم مملکت اجنبی. میگه من از این کشور میرم. بچه‌های ما چه گناه کردم؟ شما حق ندارید به سهامدار بی احترامی کنید. شما حق ندارید سهامدار معطل بذارید. ما شریکای شما هستیم، 7% که دولتی هستیم. شما نماینده یک ملتی. من تو انتخابات رأی دادم که تو نماینده مجلس شدی. من تو انتخابات رأی دادم که تو دولتی اومدی اونجا نشستی. اینجا کشور 80 میلیون ایرانیه، اینو بدونی.